عبدالله 6 ساله تیمور ملیکی. سلام علیکم دوستان عزیز. اگر شما و یگان یار برادر شما خواهش گذشتن گرنس قزاقستان را داشته باشد، پس به شرکت بایرناک ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید. ماشین های زمانوی دارای وای فای به پول و اگر شما از نام کانال تاچ استار تاجیکستان زنگ زنید، باز به شما سکیدکای کلام میکنند. نورسانی ناحیه تیمور ملیک ارزیابی میکنیم و با این نورسی 6 ساله در میدان خیلی زیبا شد. در به دست آوردن شاهزاده الان هم دو جفت هنرنمایی دارم. شمشاد عبدالله نشد. پهلوان محبوبی تاجیکستان ورزشگری رشتان زمین شمشاد عبدالله با نظام با سید جلال با دو تا پهلوان وزنهای میانه حیدر و نوروز که حالا برای شو جایزه اول نیرو سجیده ایستادند. با خرسند با اسرائیل هم تشکر. دست بشورید، احترام را بجا بیارید، مردم را خرسند کنید، نسل نورس را تربیت دهید. فرهنگ و فلسفه را باید از گوشین‌های سال 2015 2016 2017 و بالاخره 2018 ناحیه رشت باید آموخت. 2018 ناحیه رشت باید آموخت. نشد. تشکر از چنگالی پهلوانی سرشناسی تاجیکستان شمشاد رها یافتن بچه جان کاری سهل و عادی نیست. حاجی مشرب رحمانov تشکر برای هنرنمایی بهتر شد. دستی بچه جان درد را نبیند، خصومت و این چیزهای غیر انسانی رو دور کردن این فلسفه غنی زندگی است. احسن به بچه جان تشکر. که شاهرخ کجا شد؟ انا حاجی یاری بک کار رنگی دیگر گرفت. انا اشترو، انا ترتیب و طرز هنرنمایی میدان. سعید مومین فامیل تفراموش کن. شاه محمد تشکر زیاد در مسابقه های جمهوری تست ازگیر که در آینه نیگون نسبت زود وردی زبان بیارم. شاهرخ امیرخانوف پهلوان گرانوزن و قامت بلندی کلاب شهر از نیمه چپ میدان اشتر نزدیک به همان شاه جایزه مکافات ارزنده میدان امروزه بین هر دو پهلوان. اکنون شعبه کار با جوانان و ورزشی حکومت ناحیه بخش فرهنگ تنتنه زیبا و شهامت بزرگی میدانداری رو هم باری دیگر نشان خواهد داد. اما بخیر ترتیب. شما قهرمان که داوری کدام اینا را دوست داری؟ که سعید مومین و که را اشتور اینمی فجوز اون قوه و جسارت مردی شما خصلتی تربیت کننده نسل نورس رو دارید. احسن و تشکر. گوش بگیرید. مهنت برا بس نرود، نزدیکتر که بین میدان باشد. حیدر نوروز تشکر. بازوی جوان مردانه دوی شما درد رو نبیند. سعید جلال و نظام هم احسن میگویم به هر دو.
در رقابت میدان امروز بهتر بود. پرتوش نوروز در ادامه رقابت حلال. امروز هم پهلوان 19 ساله ناحیه تیمورملک در سمت موفقیت ها باز هم قدمی استوار میگذارد. به حیدر هم تشکر که امروز من خیلی بهتر کرد. فکر میکنم این هم یک تجربه غنی میدانداری حیدر. جایزه بعد از معین گردیدن مکافات دویم автомашین سبک‌نو از جانب رئیس حکومت ناحیه تقدیم می‌گردد. شما ایستید. اکنون کار که در نیمه میدان شروع شد در کنج میدان نتیجه بخش نیست. جایزه مکافات عالی автомашین سبک‌نو در فضای تنتنوی تقدیم می‌دارم. سپاس و تشکر به ورزشکاران 19 ساله ناحیه تیمورملک که در وزن میانه هنر و نیروی قوی خود را نشان داد و امروز هم یکی از مدعیان در سمت موفقیت‌های شاهرخ و سعید مومن خیلی هم سازگار است برای تشکر نشد. بچه جان و شمشد هنرشون هوشیاری زیرکی را از دست ندهید در حالتی که مباداها همه سمت اهمیت جدی دهید. محض در شاجایزه یک نظر صمیمانه ور هنرنمایی پهلوانان هم با جدیت باید باشد. و نظام و سید جلال تشکر برای رقابت خیلی جالب و جالبشان و شمشاد و بچه جان و شاهرخ و سعید مومن هم Нижний головачка, да? شمشاد و بچه جان زم گردد. یک کوی دیگر برای انعام فراست و اخلاق حمیده هر دو پهلوان یک خرسک صمیمانه دیگر شما حلال کن با احسن و تشکر. اما جوان مردم ورزشکارای دیگر عبرت گیرد، توجه کنید به همین خاکساری و متانت و اراده متین و آهنین هر پهلوان ازبکستان و تاجیکستان. حالا برای جایزه عالی مکافاتی ارزنده автомашین سبک‌روی اوپل رقابت دارند. جایی تکرار بیان کردن نیست. در میدان برای جایزه مساوی موجود نیست. هنرنمایی باید که نتیجه بخش هرچند که طول هم کشد باید برای باز هم جالب صورت گرفتن رقابت خیلی بهتر است. تشکر به مهمان ارجمند ازبکستانی و سعید جلال سعیدوف و چجان و شمشاد هم شاهرخ و سعید مومن سه جفته که همه اشون الان در میدان نمونه عبرتند و سرشناسان میدان امروزه تیمورملک.
هوپا هو 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 یکر هوپا اومد که از ترکیبی تردی نشد. تشکر، خیلی خوب. سیاره معرفی کنند بدون شبهه در تاجیکستان انا همین گوشین رقمی یک است. فوتبال 90 دقیقه رو در بر گیرد. 6 ساعت هفتم است که پهلوانان میدانداری دارند و همانا پیرداختگان در جای خود همان سکوتی اوله ساعت 9 نشستند. احسن به فرهنگ بلند مخلصی شما. یک جهاز سپاس تشکر. اما همان لحظه متمتر موسیقی با افتخاری هنرنمایی پهلوانان محبوب و فرهنگ بلند مخلصان میدانی تیمور بلی. سلامت باشید. دستی شما درد رو نبینید. هر فرصتی که بیان کردیم، هر لحظه که گفتیم اینجا هم نزدیکتر گوید. داور از شما بیشتر وابستگی دارد. نظارت کنید هم کمربند رو، خلعت رو، وقت رو. چندین اسره مردمی تاجیک ازبک. میشود رنگی دیگر میگیرد. عروف حسینین هم طولانی ادامه یافتن تو آزمایشان بی سبب نیست، چون که مکافات ارزنده است. این هم تکیه به همه شاه جایزه اشتور همسر مکافات. میرسانیم که روز 21 اپریل در ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق ناحیه شورآباد تنطنه گشتین سنتی مسابقه گشتین ملی برگزار می‌گردد. همه پهلوانان را به ناحیه شمس‌الدین شاهین روز 21 مارت اپریل 21 اپریل دعوت میکنیم و بعدا هم باز برای دریافت جام پایتخت روزی 27 اپریل در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریتی برگزار میگردد. آید به گشتین ملی و پهلوانان در دو وزن 80 و جمعی 80 برای دو شو جایزه و مبارزه میبرند. داور شما یک مسئولیت کنید خطی برادر. سایجلو اینجا بیو. دیدی اعتراضی مخلصا زیاده. دیدی قهرمان بیاده که با ترجمانی حضور دینو. هر جا که ما سلامت باشید. هیجان آور خاتمه سبقت میدان امروزه تیمور ملیک است. مکافات عالی است. سیدجلال میتوانید که سرعت هنرنمایی تا با سر کنی.
ба номи ҳамин варзишгари тоҷикистон ҳаст меҳмонои ӯзбекистон. дадахон диди дер карди якам ҳаме қадар соҷоиза кофтаву ҷуста ба номи Шакармамад Мирмамадов як уштур паҳлавонои ӯзбекистон меҳмонои арҷманди майдони имрӯза хоҳишмандо марҳабо. кимиё Шакармамад Мирмамадов ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуфти сеҳум аст ки барои мукофот уштур мубориза мебарам. ба ҳарду муваффақият. Тайҷалол биё. эҳсоси зиёди мардум дигар чора надора. гӯш кун. اعتراضی مردم به این ترتیب نیست. هنرنمایی که هست امروز با دستپیشوری برادران خاتمه می آمد که باز تشکر امروز در میدان امروزه که سعید جلال سعیدов. салому алайкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хоси Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул. ва агар шумо аз номи канали Touch Star Таҷикистон зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро